پروردگارا، ما از دعوتگری شنیدیم که به سوی ایمان فرا می خواند و می گفت که به پروردگار خود ایمان آورید، پس ایمان آوردیم. پروردگارا، پس برای ما گناهان ما را ببخش، از ما بدیهای ما را بزدای و ما را با نیکوکاران بمیران. پروردگارا، چیزی را که به وسیله پیامبران خود به ما وعده کردی عنایت فرما و ما را در روز قیامت رسوا مگردان، حقا که تو خلاف وعده نمی کنی. پس خداوند دعای ایشان را اجابت کرد که من هرگز عمل هیچ عمل کننده شما را از مرد یا زن ضایع نمی کنم. بعض شما از جنس بعضی است، شما از یکدیگرید. پس آنانی که هجرت کردند و از خانه های خود بیرون رانده شدند و در راه من اذیت دیدند، جنگ کردند و کشته شدند، حقا که من از ایشان گناهانشان را می زدایم و ایشان را در بهشت های جا می دهم که در زیر درخت های آن جویبارها جریان دارد و این مزدی است از نزد خداوند و نزد خداوند بهترین مزدهاست.